بسم الله الرحمن الرحیم. همه ما با تمام وجود این رو درک میکنیم که تو دنیایی داریم زندگی میکنیم که زورمون بهش نمیرسه. ما در برابر این دنیا ضعیفیم و هر روز بلا، هر روز مصیبت، هر روز گرفتاری داریم و با این گرفتاری ها داریم زندگی میکنیم. خب ما با این گرفتاری ها چی کار میتونیم بکنیم؟ راه حلمون برای مقابله باهاش چیه؟ بچه که بودیم خیلی راحت تا این دنیا یکم برامون سخت میشد شروع میکردیم گریه کردن و اشک میریختیم و تا این مصیبت حل نمیشد ما گریه میکردیم. اما بزرگتر که شدیم دیگه گفتیم آقا گریه مال بچه است، زشته، نباید گریه کرد. بزرگ شدیم، مردی شدیم، اما باز هم این رو هممون قبول داریم که بلا و گرفتاری یه جای اینقدر سهمگین میشه و اینقدر تحملش سخت میشه که هر سن و سالی داشته باشیم میزنیم زیر گریه و گریه میکنیم و این گریه تا حدودی ما رو آروم میکنه. اصلا روانشناسا اومدن بررسی کردن که آقا اشک ریختن یه سری فوایدی داره و احساسات انسان رو تعدیل میکنه و چه و چه و چه. اما یه مشکلی هست. مشکل اینه که ما خب اشک ریختیم برای مشکل، تموم شد رفت. بزرگتر که میشیم، سنمون که بیشتر میشه، ظرف وجودیمون که بزرگتر میشه، سعه صدرمون که بیشتر میشه، یه نگاه میکنیم به گذشته و یادمون میاد از اون مصیبتی که براش گریه کردیم، شرمنده خودمون میشیم که این چی بود که من براش گریه کردم. واقعا ارزش گریه کردن نداشت. ولی همونجا باز یه بلای سرمون میاد که اونجا گریه میکنیم، اونجا تحملش سخت. باز زمان میگذره، برمیگردی به گذشته، میگی اینم گریه نداشت و هی این ادامه داره و این مشکل هست. با این مشکل میخوایم چی کار کنیم؟ مگر میشود خداوندی که برای آجر عالم هستی برنامه داره برای اشک من و شما برنامه نداشته باشه؟ برنامه چیه؟ میریم سراغ امام رضا علیه السلام. حضرت فرمود ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین. اگه میخوای برای چیزی گریه کنی، برای مصیبتی گریه کن که واقعا ارزش گریه کردن داشته باشه. آخه این مصیبت‌های ما چیه در برابر مصیبت‌های ابا عبدالله حسین؟ اگه میخوای گریه کنی، برای مصیبتی گریه کن که خداوند متعال رو خوشحال میکنه. برای این مصیبتی گریه کن که آسمان ها و زمین براش گریه کردن. برای اون گریه کن و این فرمول ما رو نجات میده تو زندگی. شما نگاه کنید جوامعی که متدین ترن، امام حسینی ترن، چرا افسردگی توشون کمتر دیده میشه؟ علتش همینه، همین فرمولی که امام رضا یادشون دادن که چی؟ اگه خواستی برای چیزی گریه کنی، اگه دنیا برات سخت شد و خواستی اشک بریزی، برای ابی عبدالله اشک بریز. اونجا مصیبت خودت رو در کنار مصیبت ابی عبدالله تصور میکنی و آروم میشی. میگی آخه من در آرامش دارم زندگی میکنم، این اصلا مصیبت نیست. این مصیبت نیست، مصیبت اصلی مال ابا عبدالله حسین بود. و این گریه کردنه از اون طرف یه بار زیادی هم از ما بر میداره، از گناهانمون کم میکنه و این گریه خوب مشتری داره، دست به نقد. و خود خداوند متعال خریدار این اشکه. فرمود من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنه. این چه سریه که خداوند متعال اگر گریه کنی بر ابا عبدالله بهشت رو برات واجب میکنه. اصلا گریه هم نه، حالت گریه کردن، ادای گریه کردن در بیاری، خداوند متعال بهشت رو بر تو واجب میکنه. این چه سریه، این چه معامله ایه که شما یه قطره اشک میریزی خداوند اینطور با شما برخورد میکنه. در نزدیکی شهر مسیب در کشور عراق یه شیعه‌ای زندگی میکرد از محبین امیرالمومنین علیه السلام و این گهگاهی میومد نجف زیارت امیرالمومنین علیه السلام. در همسایگی این آقای مردی بود به اهل بیت
جسارت میکرد، توهین میکرد، خیلی قبول نداشت و هر دفعه این میخواست بره نجف اذیتش میکرد. دیگه یه دفعه پاشو از گلیمش فراتر گذاشت، گفت فلانی داری میری نجف، اگه داری میری نجف، اگه میگی اون آقا شاهنشاه عالم امیر المؤمنینه، بگو یا منو نابود کنه یا اگه تو برگشتی من تو رو نابود میکنم، من میکشم تو. این بنده خدا با ناراحتی اومد نجف، در کنار امیر المؤمنین دستشو انداخت به شبکه‌های ذریع حضرت، رو کرد به آسمان. آقا جان شما دارید میبینید با من چه میکنه، شما میبینید چه جسارت هایی میکنه، خودتون جوابشو بدید. گذشت از حرم اومد بیرون، رفت محل استراحتش، خوابید تا چشماش رو بس. امیر المؤمنین اومدن به خوابش، فلانی به خاطر من علی از اون مرد بگذر. چرا آقا جان؟ آخه این مرد یه حقی به گردن من داره. مگه میشه کسی که به شما جسارت کرده باشه حقی به گردن شما داشته باشه؟ حضرت فرمودند بله. یه روزی در کنار شط فرات تشنه شده بود، رفت آب بخوره، دستشو برد زیر آب، این آب برد بالا، نگاه کرد به آب، با خودش داشت فکر میکرد، گفت این کوفیان کار خوبی نکردن، امام حسین علیه السلام رو با لب تشنه شهید کردن، کاش حداقل بهش آب میدادن. کار خوبی نکردن، زن و بچهش رو با اون وضع در این کربلا به شهادت رسوندن، کاش حداقل قطره آب بهش میدادن. این رو که گفت یه قطره اشک از چشش چکید و به خاطر اون قطره اشک من امیر المؤمنین مدیونشم، بدهکارم بهش، باید حسابم باهاش صاف کنم، اگه میشه به خاطر من علی ازش بگذر. از خواب بیدار شد، برگشت شهرش، سر راه رسید، گفت که پیام منو به حضرتت رسوندی؟ پیام منو به امامت رسوندی؟ گفت بله پیامتو رسوندم، یه پیامم من برات دارم. گفت چی؟ داستان رو براش تعریف کرد. تا داستان رو تعریف کرد شروع کرد گریه کردن. گفت چی شد؟ گفت به خدا قسم من این قضیه رو برای هیچ کسی تعریف نکرده بود و شیعه شد، شیعه امیر المؤمنین شد، به واسطه یه قطره اشک خریدنش، یه قطره اشک. ما هم گریه کنیم برای ابی عبدالله، بشیم جز اون کسانی که رسول خدا فرمود صلی الله علی الباکین علی الحسین.